برفین ایست و کجا؟ ببینم اکام کی برمیگردد. او حتما یگان چیز فکر میکند. حاضر میآید برفین. کی در کجا؟ چند ساعت شد؟ آرام شو. برفین جان آرام شو. چند ساعت شد؟ برفین راست میگوید. رفته خبر میگیریم. رفته خب میرم. برویم. اکام آمدند. اکا مادرم رو نآوردید. او را گرفتن نتوانستم برفین. طاهر چی یعنی خاله زیلال را آنجا گذاشته آمدی؟ چرا میگویی تویی؟ مادرت رو آقای زنه رها نکرد؟ اول رفته به این زورآوریش خاتمه میدهیم. اکا چرا ایستاده ایم؟ میرویم مادرم رو از دست اون بیشرف رها میکنیم. آرام شو. با خدایت با این فریب و اغواهای تشکیلات داده نشوید. آقای زینل دشمن ما نیست. برادر مقابل برادر برمیخیزد. اما من با این اجازه نمیدم. پس چیکار میکنیم؟ تا که مادرم در دست اون پلیدانی بی‌ناموس میستند. اکا گپ زنه داخل چیکار میکنیم؟ طاهر تو حق هستی، اما سخنهای برفین هم درستند. ما کاری از دستمان می آمده را میکنیم، اما با آقای زنان کاری نداریم. لیکن خاله زیلال را باید در آنجا نگذاریم. مادرم را البته نجات میدیم، اما بهتر آن است که بخون ریزی شود. در مقابل من دشمن نیست، بلکه کسانی هستند که آنها را بر ضد ما شوراندنی‌اند. حاضر همتون فهمیدید که ما این کار را باید به خونریزی انجام دهیم. خیلی با دقت باشید. از این کار نباید شخص دیگری خبردار شود. دکتر چی واقع شد؟ در دهه شنیدم که مادرت را... من درباره مادرم فکر کرده ایستادم رئیس. شما چی کار کردید؟ مسئله آب را حل کردید؟ متاسفانه خبری بد دکتر. چی خبر؟ آب را پیدا کردید؟ گفته ایستاده ایم اما نیافتیم. رئیس با جای آنکه به کارهای دیگران آواره شوید زودتر مسئله آب را حل میکردید. دکتر نجادی کودکم میمیرد. نجادی دکتر. دیلا کودک را گیر. مامان دهید. رفتیم زودتر به درون درآیید. میرویم بچه‌ها، راه گردید. زود باشید. دست آقایون از پس کار میشویم. گوش کن. دکتر برای مادرش را رها کردن چیکار کردن است؟ ما نمیدونیم. مادری اوست. البته اون کار کردن در کار. قزبان پدر کجا رفتید؟ خورا گفته تو یک بار غیب زدید. و خدا دسترخون ها هم شده است. شما رو خیلی شدم. با تو این سوادی هم بهانه را بی بس کن که سرم گرنگ است. بیگو که تو در کوچه چیکار میکنی؟ حاضر می درایم. در آتش بدین علنگه نگیرید. تو به خاله دارم. رفته راه گرد. قزبان ای قزبان دختر رو به حالش نمیگذارند. آه قزبان دردم رو به تو نگفتم. نمیمونن که دردم رو به تو بگویم. خیر صاحبانی تو در کجایند؟ آنها چرا بر ضد ما نمیبرایند؟ یا اینکه از ما ترسیده گریختند؟ صاحبانت رو دیدی 2 ساعت شد ده را از ما رها کردن نمیتوانند. سری آقا میدانم که در همین جایی و سربازان را انتظاری. اگر در وقتی گفتم این دهه تسلیم نشود خانه همشان را آتش میزنم و کسی رحم نمی کنم. مرا شنیدید؟ از این پس آقا تمام شد. همه اتان صاحب دار شدید.
به فرمان تشکیلات می درآید، وگرنه از شما نه در شهر نه در دهات فایده نیست. بکار خواجه ها. برادر، من چند پیش به مقابل آقای مسلم برآمده به گفته او عمل نکردم. با ما رحم کنید، ما را از خانه و در و از دهه همان جدا نکنید. فرزندان و پیوندان ما را خواتیر نکنید. تو چند فرزند داری؟ 6 تا، 2 تا دختر و 4 تا پسر. اینقدر فرزند را چطور میخورانی؟ تو از ما گمانی بد میبری، اما ما با تو کمک میکنیم. 3 پسرت را نزد ما میفرستی، ما آنها را تربیه میکنیم. فکر کن و قرارت را برار. آدمانم آمده آنها را میبرند. فهما؟ التماس برادر، فرزندانم را از من دور نکنید. گوش کن، فکر کن، مرا گوش کن. اگر همین بگاه 3 پسرت را با ما نمی سپاری، در کجایی که نباشی یافته تو را میکشم، نابود میکنم. مرا نمیدانید، با من شوخی نکنید، فهمیدید؟ از دستی من به جای گریختن نمیتوانید. همتون میآید، اگر نآید فهمیده مانید که خانه هایتان را آتش زده به خاک یکسان میکنم. فهمیدید؟ اکنون در به در گشته جوانان ده را خبر دهید، یا به کوه میبرایید یا همتون میمیرید. فهمیدید؟ اکنون میرویم. از این بعد صاحبان شما ما میشویم. دانسته گیرید. این آن حجت نیست. میدونم، اما فرصت مناسب نشد که آن را گیرم. سند خیلی مستحکم است. راه حلش بسیار مشکل. در درونش قاعده و نقشه هایش است. از سبب خیلی مهم بودنش آن را پنهان کردند. رمزهای مخفی را میدونم. در تشخیصگاه آنها رو سنجیدن لازم، وگرنه کارمان برار نمیگیرد. در جایمان دور و دراز چرخ میزنیم. با همین کار اندرمان شده زیخ شدم. مادامی که این کار رو به عهده گرفتی باید اجرا کنی. میآیند، پنهان شو. برفین، التماس گریه نکن. چی طور گریه نکنم یلمز؟ مادرم در رسیون پلید، اما ما کاری نمیکنه. چی رو انتظار شده؟ اکم چرا آقای زینل رو حمایه میکنن؟ چون که اکاد میخواد این کار رو بیخون ریزی حل کنه. این رو میفهمی برفین؟ این اصلا کار تشکیلات است. آنها میخواهند که ما بر ضد یکدیگر برخیزیم. این کار تا خونریزی نرسیده باید علاجش را یابیم، اما باید حاضر صبر کنیم. میفهمی برفین؟ صبر باید کرد. چی کار کنم؟ چه خیلی آرام شوم؟ آخر اون مادرم است. برفین،
زود باش از پیشی پایم یک طرف از حیوان. زودتر گفتم، وگرنه بگاهی آمده خانه‌تان را ویران میکنم. میدانید مثل مرغ. زودتر وقتی که گوش کنینه من از آقای زینال میرویم. شاد میرویم. زود باشید همه بارتان را بار کنید. این چیست؟ پرواز کرده. جای میفرستاده امان آماده است. وطن آدمان را جا به جا کردن لازم. فهمو با آنها خبر دادیم، از اونجا خبر میفرستند. دیه در دستمان آماده آنها را میبرند. فهمو میرویم. رفتیم. خرد را های کن. به شما خوراک آوردم. تشکر دخترم. شما چی شد خواه؟ این رو نشید. شما تب دارید خواه؟ خواطر نشم خوبم. خواه شما خوراک رو خورید. من رفته با آقای زینال خبر میدیم. پدر، خالای زیلول بیمارند. آیستا انا دیدی افتیدی کنی روید با احتیاط بازی کنید. روید بازی کنید. هیچ گپ نمیگذارد صحت میشود. نه پدر، به خدا راست میگویم. بیچاره تب دارد، بسیار نفس میگیرد. کارت را کن حنیفه. با تو گفتم که میگذارد. پدر، همه میدانند که شما خیلی شخصی مهربان و انسان پرورید. نخواد که شما با این زنی بیچاره ظلم کنید. این به شأن شما یک آقای معتبر درست نمیآید. خدا را به یاد دارید. خواهش میکنم این کار را نکنید. خاموش حنیفه، مرا دیوانه نکن. آنها جیگری مرا بیلیاق کردند. پسرم و همسرم را از مرده بودند. اکنون با آنها حسابم را برابر میکنم. این حالا هیچ است. دنیا را با سرشان چپا میکنم. خون میریزم. ای بس پدر، ای بس که شما از خود بیگانه شده اید. نمیدانید که در دل شما چقدر ظلم است. زن و فرزندی شما رو خدا گرفت. شما بر این یک شخصی با ایمان که اصلی واقعه رو میدونید چرا اینقدر جبر و رواد ببینید. خدا نگاه دارد. و جهالت داده شده اید ایمانتون را گم میکنید. خودتون میدونید باز با ما پند میدهید. خدا را شکر که این حالت را نه مادرم دیدند و نه جاوید. روید زیلال را آماده کنید و خانه اش فرستید. آقای زینب، سینان می آید. چشمانتون رو کشوید خدا. آقای زینب گفتن که می توانید روید. براستی شکر خدا. شکر خدا. روید خالا جون، به دیهاتون، به خانهتون. آقای زینال سلام علیکم. سلام علیکم. آقای زینال از کوه آمدیم. خیلی خسته شدیم. گفتیم به نزد آقای زینال رویم، به ما جای میدهد و هم ینگه نومان به ما یگان خوراکی با مزه میپزد.
وای 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 وقتی که درباره آدم خوب گم میزنی خودش پیدا میشود. آقای زینب خالای زیلول آماده. آقای زینال بخیر است، به نکاح رفته ایستاده ایده؟ نه، به نزد دکتر میبریم. هم بیمار است و هم چی؟ یا اینکه او را رها میکنی؟ این کار خیر ندارد، رها میکنم. دختر زند را کشت، به عدالت تشکیلات گوش نداد. حالا مالی در دستت بوده را از خود کرده بر ضد عدالت تشکیلات نبرا. این زن زوجه توست، بر ضد تشکیلات نبرا. فهمیدی؟ اگر نفهمیده باشی دیگر خیلی فهمانم. او را به درون درار حنیفه، بذار آرام شود. او بیمار است. از نکاح گریزم گفتن نقش میبازد. درست. 2 روز صبر کند همش میگذرد. آقا قربانتان شوم، رهایم کنید روم. حنیفه گرفته بر. من آدمانم را جا به جا میگذارم. به من نگرید، همه جایهایتان را گیرید. این شب اینجا پاسبانی میکنید. گذارید زودتر. قربانت شوم دکتر راستش را گوی، پسرم صحت می شود. خواطر نشوید، انشاءالله صحت می شود. از صبح باز اینجایید، خیلی خسته شدید. رفته کمی استراحت کنید، پگاه باز می آید. دیلو کودکان حاضر کمی خواب کنند. پگاه از نو دورم میدهیم. فهمه آقای طاهر. تو را خبر ده. السلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم. چه حال دارید؟ اکا همه تیارند، شما را انتظارند. رفتیم. دیلو شاید من زود بر نگردم. تا آمدن من آنها به تو امانتند. مایلش آقای طاهر، خواطر نشوید. دعا کن دیلا، با خواست خدا مادرم رو گرفته میارم. خدا مددگارتان باشد آقای طاهر. آمین. آقای دکتر اکنون چی خیلی میشوند؟ کودکان صحت میشوند؟ من کاری از دستم آمده رو کردم. برگشتم آنها رو باز معاینه میکنم. خدا از شما راضی باشد دکتر. خدا به شما کمک کند. خدا به شما کمک کند. آمین. خدا از تو راضی باشد آقای خدا دکتر. راضی باشد. انشالله خدا. ما چاره‌اش را میابیم. رفتیم بچه‌ها، رفتیم. راه کردید. رفت. تو نبیا برفید. زودتر. چرا نروم اکا؟ من هم فرزندش میشوم. من هم میروم. میدانم اما رفتنت لازم نیست. این کار خیلی خطرناک است. نه اکا، این دفعه شما رو گوش نمیکنم. من هم میروم. برای مادرم به همه کار بدخین روزیم. التماس. پیشی رو هم رو نگیرید. من هم میروم. رفتیم. خدا.
فؤاد ایست. دلو جسارت ندارم که بر رویت نگاه کنم. مجبوریم که جدا شویم. حاجتی سببش را گفتن نیست. خودت میدانی. نتوانستم رویت را ببینم. همین طور بیگانه میشوی. اما چرا فؤاد؟ چرا گفتن نپرس. این برای هر دویمان بهتر است. اما بسیار میخواستم که دانی تو را سخت دوست میدارم. از دل و جان دوست میدارم. مرا ببخش یا چه واقعی که نشود مرا ببخش. Dünya tabi
فهما قماندان، به خواست شما عمل کردم. الکی به سفر آمادند. امشب به راه میبرایند. از دست آن پسری آقا یعنی فؤاد چیزی نآمد. به اون نغزکک تهدید کرده ماندم. دیگر ترسیده به نزدمان نبرآمد. خیلی خوب، کار را یاد گرفته ایستاده ای. آقای زینل را هم به نظر نمان. با دکتر هم فکر شدنشان ممکن. فهما قماندان، ما هم حالا در خانه زینلیم. آقای زینل، آقای زینل، آقای زینل، چقدر دسترخوانی زیبا راستید. آفرین آقای زینل. بیا زیلال، بیا. یک به حالت نگر، کی بودی و کی شدی؟ با ما خدمت میکنی. همین روزها رو هم دیدیم. خیلی خوب، خیلی. خاله جان، بسمو چی شد؟ خاله جان، خاله جان. کنی خیز، خدا تو رو بیمار نشان مده. ما مهمان های شوهرت، با ما خدمت کن. بیا باتن، بیا. دیگر پشتبان ندارن. با درون در آمد مادرم را نجات میدیم. آقای حمید، شما اینجا را نظارت کنید. بله، رفتیم بچه ها. همه جا بجا شوید. احتیاط باشید. رفتیم. کیست آنجا؟ سلاح دارم، پنهان شوید. محافظان آمدن. سینان قماندان، برایت همشان را زود باشد. پرانه همیشین یک بار جان گرفتی ها؟ پرانه برفین، آن طرف بزن. من از طرف دیگر میدرویم. برفین، تو با کجا؟ برفین، نه برفین.
برای مادرش را گرفتن آمده است. همین طور. لیکن حالا مادرش را نمیدهیم. او را به قرارگاه بر. یک مدت نزد ما میماند. نکاح را هم در همونجا میگذرانیم. فهمو باشم. برفین چیکار میکنی؟ مادرم رو نجات داده میبرارم. یلماز تو اینجا باشی. بخیر باش زداش راگا آقای دکتر خوب کردید که آمدید. حالای زیرو سخت بیمار است. چی؟ بیمار؟ با او چی شد؟ نمیدونم گویا در آتش میسوزد. خدایا توبه. اپیدمیا. او را زود بردن در کار. رفتیم. الان در اینجا نیستند، رفتند. آخر او با این احوال کجا میره؟ با خدا من هم نفهمیدم. شما خواطر نشوید آقای زینب. زن در دستی ما میستد. دختر را از اینجا رانده شما هم به کوه بیایید. در همانجا نکاح میکنید. آقا مرا سردی هیلمندی خاموش. او رو چرا زدی؟ هیچ گپ نه آقا. آوازش را نبرارم گفتد زدم. در اینجا هم نیست. حنیفه باز به کجا رفتنشون ممکن؟ به خدا نمیدونم. از دو سر گریختند. اگر گفته درست باشد به زوری مادرم رو برده تبابت کردن لازم. اگر نمیترسم که او را از دست میدهیم. کسی میگوید زود پنهان شوید. پدر خالای زیرو نیستند. میدانم او را به کوه و نزد دکتر بردن. چی؟ شکر خدا که زود برگشته. همین جویا. مادرم را از آنجا بردم، با کوه بردم. چطور میکنی؟ برمیگردیم آقای حامد. برادرم به خانه برمیگردیم. میبراییم. به خانه برمیگردیم. زود باشد میبراییم. رفتیم. برفین برمیگردیم. زودتر باشه. بخفا رفتیم. زودتر. اینجا میمانی. تو با این بیماریت اینجا زیاد مانده نمیتوانی.
لیکن به من فرقی ندارد. تو شکنجه های زیاده رو دیده ای. این خنوکی به تو هیچ است. دستی محبوسم زیلاف برای شوهرت سلیمان خیلی گریه کرده بودی، اما شوهرم رو میدونی؟ او زنده است؟ نه، نمیدونم. اما برای اجرای کاری به خارج رفته در آنجا به فکرم که او چیکار کردی؟ داد نزن. تو را هم میکشم، شوهرت را هم. اصلا تو را روزهایی به شمارت ماندند. به فکرم آقای شب رفتم. ما آن را گم کردم. همه جا رو دیدیم، اما به کجا رفتن آنها را نفهمیدیم. اکنون چیکار میکنیم اکا؟ مادرم در دست آنها میمونند. یلماز، آقای حامد، من و برفین برمیگردیم. کودکان بیمار را باید خبر گیریم. تو با الدا مادرم را انتظار شوید. با دقت باشید و قهرمانی نشان ندهید. مادرم را بردن یا نه به ما خبر دهید. خواطر نشوید. یلماز، من هم میروم. برفین، ما با دیها برمیگردیم. اکا مونید من هم روم. باز به مادرم یکم موقع نشود. حنیفه او رو بیمار گفت، باز احوالش بدتر نشود. برفین دخترم ایستا، با کد گوش کن. برفین به خود بیا. چرا یک روی میکنی؟ اکا خواهش میکنم. حاضر متاسفانه از دستمون کاری نمی آید. گفتم میرویم. وعده میدی هم مادرم رو نجور. روید، راهتون سفید بود. راهتون سفید بود. تشکر. دیلا زود بیا. نبیرم مسوش میرود. زودتر بیا دیلا، نجات ده. حوزه رفا اومدن. این چه حال است ولی؟ تزبان یوری دل. میبینی تنها کمک کرده نمیتوانم. رفته زیلان رو هم جیغ زد. با بیماران چای دم کنید. اومده به من فهمیدم. اپای دیلا کمک کنه. بیایید شینید. آقای توهیر کجا شدید؟ آخر زودتر برگردید. وضعیت خیلی بد است برفین. بیماری زود پاک میشود. من به نقطه طبی میروم. آماده باشید. از الدا یلماز خبر رو انتظار شوید. فهمه؟ خیر. فهمیدم اکا. او گریه نکن صحت میشوی. او جونی من. آقای دکتر احوال کودکم خیلی بد است. آقای دکتر کمک کنید. احوال کودکم بد میشود. از دستم چی کاری که باید میکنم؟ بیماران طور از زیاد شده استادن آقای توهیر. افسوس که بیماری زود پهن میشود. شکر که داروها رو گرفتیم. برای دیزنتری تتراسیکلین را با کلورامفنیکول میگذارانیم. خیلی خوب شد که داروها در وقتش رسیدن. حالا زیلال رو نجات ندادید؟ افسوس که نه، لیکن با کجا بردنش رو فهمیدیم. دیلا با خود بیا، سیخ نشو. چراغم یک بار از چند طرف می آید. چی شد دیلا؟ این گفت چی من ندارد؟ گفزم باز چی شد؟ فؤاد از من روی گرداند.
عاقبت به قراری اومد که دهش رو ترک کند. این چطور شد؟ چرا او این طور کرد من نمیفهمم. چرا ترک کرد؟ یگان راه دیگری نبود مگر؟ گوش کن دیلا، فؤاد از آن شکنجه ها ضرری زیاد دیده. البته یگان سببی بود که مجبور شد دیها و تو رو ترک کند. آرام شو دیلا. چی سبب؟ با چی سبب او میتواند من رو ترک کند؟ دیلا، خوب میشد اگر تو روشن شدن این کار انتظار شویم. کمی صبر کن. بیا بیا بیا. فؤاد از قوم آقایان ده را ترک کرده است. در آخر خواسته ما شد. اگر تو توانایی همیشه غالب میبرایی. ده را ترک کرده رفتنشان در این وقت خیلی خوب شد. اکنون به عملیات دیگر شروع میکنیم. بله، به عملیات دیگر شروع. آقای زینال اعضای تشکیلات شد. فؤاد باشد ده را ترک کرد. طاهر تنها ماند. تنها. کنی ببینید از دستی طاهری تنها مانده باز چی میآید؟ بسیار خرسندی نکن سبا. از روی شنیدمان در ده بیماری پخش شده است. رئیس همین خیل گفت. از شهر دارو فرستادند. باز به بالای این دهشان به آب مانده است. اما وقتی که بیماران صحت شدند آنها میپرسند که کی این کار را برای آنها کرده است. این مردم ما خیلی به عقلند. آنها صحت شوند کافی است. غیر از این به چشم آنها دکتر قهرمان می شود. اگر داروها را از دستی آنها گرفته توانیم و به مقابلشان یگان کس براید خیلی خوب می شود. بسیار به خفا نگاه نکن آقای زینال. زلال در کو با کرنه و سرنه بی صبرانه تو را انتظار است به نکاح و بزم و خرسندی. ما هم با این بهانه کمی خرسندی میکنیم. تلفن زنگ میزند. الو، گوش میکنم آقای صبا. شد فهمیدم. فرما خواطر نشو. چی شد سینان؟ داروهای دکتر رو میگیریم. داروها رو چطور میگیریم؟ ما نمیگیریم. راه نشان میدهیم. به ما گرفته میدهند. رفته میرویم. زود باشید. راه گردید. خیز میگویم پشت را. خیز گفتم جای خوابت را یافتی. کنی راه گرد. خود مدار ندارم سر به مرا. راه گرد گفتم. خیز از جایت. خیز پشت را. پشت ایستا. سلاحت را بزن بگذار. زن را رها کن و با پسات نگاه نکرده دف شو. شما کیستید؟ و تو گفتم زن را رها کرده دف شو. تو کیستی؟ دف شو. شما کیستید؟ رفتیم آقا. شما رو به دهاتون میبرم. میرویم.
طاهر چی شد یلماز؟ با کجا بردنشان را فهمیدید؟ افسوس که نفهمیدیم. پایشان را گم کردیم. علاجش را همراه میابیم. همه داروهای فرستاده را گیرید گفتند. لیکن من داروها رو چطور میبرم؟ پدر و مادران زیادی آنجا جمع شدند. شما احوالپرسی گویان میتوانید برایید رئیس. مردم با من شبهه دارند. خوب میشود اگر من خودم را نشان ندهم. به من گرد گوش کن. تو میتوانی، البته فرصتی میشود که دکتر از اینجا میبراید. انا آن وقت داروها را میگیری. خوب کاری کرده آنها رو میگیرم. ایسته. شما احاطه شده. سلاحتان رو گذاره. نقاب‌هایتان رو از رویتان گیره. تو؟ گروهی ضد ترور چتین سالهان. مادر دکتر را از سلاحداران نجات دادیم. به دهش میبریم. اگر اجازه دهید زن را برده به دکتر میسپاریم. البته آقای چتین، مرحمت، راهتان شده است. لیکن روزی باز با هم روبرو میشویم. میرویم. رفته. او کی بود قماندان؟ بلای سرمون گرگ با پوستی گوسفند. اما روزی میرسد که من پوستی او رو میکنم، کارش رو تمام میکنم. تانی ببینم. کی میداند بیچاره زلال را کجا بردند؟ نفسی چقدر گیر. از سربازان مگر خبری نیست؟ نه پسرم، اگر آیند خبر میدهند، اما تا حال پیدا نشدند. یلماز جای مادرم را یافتید؟ افسوس برفین، یافته نتوانستیم. نیافتید همین طور نه؟ پس من خودم میرم. یا خدایا، خودم رفته او را میابم. برفین ایست. برفین ایست. دیوانه گیره کن. برفین. دکتر زود باشید. چی شد کشمان؟ خانه زیلال را آوردند. خیلی بیمار است. مادر جان. مادر جان. مادر جان. شما خوب هستید؟
دخترم. مادر جان خدا را شکر که آمدید. هزار بار شکر که شما را میبینم. او را به نقطه طبی بردن در کار کمک کنید. زودتر زودتر زودتر. آهسته آرام آهسته آهسته. زنگ‌های دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمود. میخوانم من عاشقانه تو برو بیرون نخوانه میمیرم اگر نهایی میدونی داشتم و دارم توی عمر دوباره بخوای یا نخوای در آغوشی تو میمیرم در آغوشی که از گرد بالا تنها شدم بیادی تو گریه کنم یاد وقتی که رفتی دیگه چشمام سو نداره اینقدر تا با من هیچکی نمیتونه قلب تو رو از غم نرکی بلغزونه. عزیزم میدونم که مرا تو دوست میداری اما افسوس پیراهه تقدیر. فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.